اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درس چهارم حرکت ساکن، نون ساکن و تنوین. حرکت چیست؟ زبر زیر پیش می باشد. زبر ا را می فهماند، زیر ای را می فهماند، پیش او را می فهماند. ساکن چیست؟ با بالای حرف های به حرکت گذاشتگی این علامت دورمانان را ساکن می نامند. نون ساکن چیست؟ حال به حرکت حرف را نون ساکن می نامند. در اینجا خطا کردن، زیرا نون ساکن فقط همون نونی رو میگن که در بالایش فقط حرکت ندارد، اما در اینجا اشتباهاً نوشته شدگی است که حال به حرکت حرف را، یعنی هر حرفی که حرکت نداشت اون را نون ساکن مینامند، اما این اشتباه است. این فقط نون ساکن فقط تنها نونی را میگن که در بالایش چی؟ زبر، زیر و پیش نداشته باشد، اون را فقط نون را نون ساکن میگن، دیگر حرفا را نه. تنوین چیست؟ دو زبر، دو زیر و دو پیش می باشد. تنوین یعنی دو زبر، دو زیر و دو پیش می باشد، یعنی که تنوین آن نونی است که ما نمیبینیم اما میخونیمش، اما نون ساکن آن نونی است که ما میبینیم و میخونیمش. ساکن و نون ساکن چند قاعده دارد؟ 4 قاعده دارد: اظهار، اقلاب، ادغام و اخفا. آن من برای شما از کتاب نو برای شما درست‌تر میفهمونم. خب ما گفتیم که ساکن علامتی است که اگر حرفی که حرکت نداشت در بالاش علامت ساکن را میگذارن. نگاه کنین در اینجا حرفی با حرکت ندارد، در بالاش چیز؟ علامت ساکن است. در اینجا هم حرف میم، در اینجا هم نون، یعنی حرفی که حرکت نداشت در بالاش علامت ساکن میگذارن. و برای شما یک چیز ما فهمونم که در قرآن کریم خب علامت ساکن این طور نیست، زیرا یک علامت دیگه هم هست که در قرآن کریم یعنی دوره مانند است، اما او علامت مقصد علامت ساکن نیست. من الان برای شما نشان میدیم که در قرآن کریم یعنی علامت ساکن به چی طور آمدگی. خب در اینجا نگاه کنین علامت ساکن چه خیلی است. نگاه کنین این همین علامت ساکن است. اینو نگاه کنین، نگاه کنین دورمانان نیست، این همین علامت ساکن است. این همین نگاه کنین چه خیلی است. همین رو خواستم برای شما یعنی نشان دیم که بعد برای شما سوال پیدا نشود. اینو مثال، اینو نگاه کنید. خب تشدید شده، این همین علامت تشدید است. تشدید ما یک قاعدهش برای شما بخونم. تشدید شده علامت است از علامت های حرکت که در شکل ذیل است، یعنی علامتش امین است و بالای حرف گذاشته می شود. در زبان عربی وقتی در کلمه ریشگی دو حرف یک خیله پهلوی هم آیند، حرف اول ساکن و حرف دوم حرکت دار باشد، حرف اول را در حرف دوم ادغام یعنی داخل کرده آنها را یکجا و با شدت تلفظ می کنند. وقتی دو حرف در یکدیگر ادغام شوند، در وقت املا تنها یک حرف نوشته می شود و برای افاده ادغام و تلفظ با شدت آن حرف در بالایش علامت تشدید گذاشته می شود، مانند این مقصد. خب در اینجا میگه که تشدید وقتی که در زبان عرب دو حرف، مثال دو تا حرف نون رو پرو آیند پهلو با پهلو، چیکار میکنن؟ حرف اول که ساکن بود و دومش حرکت دار بود، پس آنها را چیکار میکنن؟ یک نون می نویسن و در بالایش چی؟ همین علامت تشدید را می نویسن و یعنی میگذارن در بالایشان. برای چی؟ زیرا که ما بدانیم که در اصل همین مثال نون، یعنی نگاه کنید نون در بالایش تشدید دارد و زبر دارد. این در اصل چه خیلی است؟ این در اصل دو نون است که اولش ساکن و دومش همین حرکت که در بالای تشدید است، همون حرکت از نون دوم است و این را به مقدار دو نون ما میخونیم. یعنی وقتی که ادغام کنیم یعنی دراریم،
ادغام یعنی در آوردن. انشالله شما در درس های آینده میگذارین انشالله ادغام رو. پس وقتی که ما مدروریم یعنی ما همین نون رو به مقداری دو نون میکشیم، یعنی که تشدید در بالای کدام حرفی که بود ما همون حرف رو به مقداری دو حرف میکشیم. یعنی چه خیلی این مثلا در اینجا در بالای بو است. ربنا نیو کنیم با رو ما کشیدیم. ربنا اگر مثال المال نو کشیده بخونم چه میشه؟ یعنی به مقدار یک بو بخونم چه میشه؟ ربنا اینا. اما وقتی که ما نون رو در بالایش تشدید بود یا در بالای کدام حرفی که تشدید بود ما او رو چیکار میکنیم؟ میکشیمش. این ربنا. من همین یعنی شکل همین رو برای شما نشان میدم که در اصل همین چی خیل هست. نیا کنین در اصل این خیل هست. نیا کنین نون اول ساکن است و نون دوم زبر دارد، یعنی حرکت دارد. پس در زبان عرب برای آسانی همین رو نمی نویسند. اما همین خیلی خونده می شود. مقصد ما نون رو به مقدار دو نون میکشیم که مثال در بالای کدام حرف تشدید باشد با مقدار دو حرف اول ما او را میکشیم که مثال در بالای با باشد با رو به مقدار دو با میکشیم، نون رو به مقدار دو نون، میم رو به مقدار دو میم. پس اصل مثال همین خیلی است. نگاه کنین حرف اولش ساکن است و حرف دومش حرکت دارد. اما این خیلی نمی نویسن، این خیلی می نویسن. اما نون رو می نویسن و در بالایش تشدید میگذارن و اما حرکت نون دوم را در بالایش میگذارن که ما بدانیم که یعنی نون اول این ساکن است و نون دومش مثال در بالایش حرکتش است. یعنی نون حرکت از نون دوم است، زیرا نون اولش ما گفتیم که ساکن است. یعنی هر حرفی که در بالایش تشدید بود و در بالایش یگان حرکت بود، پس ما بدانیم که همین حرف در اصل اولش چی است؟ ساکن است و دومش همین حرکت که در بالایش گذاشته شدگی است، همین حرکت از همون حرف دومش است و ما همون حرف را به مقداری دو بار یعنی معذرت میخوام یعنی به مقداری دو حرف ما در سر میکشیم. این ربنا. خب تمرین چیز ما گفتیم که تنوین دو زبر دو زیر و دو پیش است. ما گفتیم که تنوین اون نونی است که ما نمیبینیم اما میخونیم. نگاه کنین در اینجا ما این میخونیم. نگاه کنین ما این یعنی دو زیر داره در اینجا همزه. اما نگاه کنین در اینجا این خیلی نویسته میشد اما خواندنش چه خیلی است. نگاه کنین ما این یعنی که همین دو زبر دو زیر و دو پیش همون حرکت اولش که است همون حرف ا یا ای یا او است، اما حرکت دومش چی است؟ نون ساکن بوده است. برای همین این رو دو زبر دو زیر و دو پیش رو تنوین میگن، زیرا همین نونی است که ما نمیبینیم اما میخونیم. نگاه کنید در اینجا دو زیر، اما در اینجا چیکار کنید؟ یک زیر نویسته شده است و زیر دوم مبدل به چی شده است؟ به نون ساکن. پس زیر اول اما حرکت است یعنی ا ای او و زیر دوم چی است؟ نون ساکن است. یعنی دو زیر یا دو پیش یا دو زبر همش حرکت های اول شد ا ای او است و حرکت های دومشون چی است؟ نون ساکن است. در اینجا مثال دیگرش رو نگاه کنین. دو زیر یا معذرت میخوام یعنی دو پیش دارد با کتابون نوشته میشد اما یعنی نوشتن شد نگاه کنین ما نون رو نمیبینیم، فقط دو پیش نوشتن اما خوندن دا ما میخونیم. نگاه کنین کتابو یعنی یک پیش و پیش دیگر مبدل به چی شد؟ نون ساکن. دیدین یعنی حرکت اول همون حرکت است یعنی ا ای او و حرکت دومش چی است؟ نون است که ما نمیبینیم اما میخونیم. انشالله امیدوارم که درس رو فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.